گلپا استاد موسیقی هایده و محسی درگذشت. علت فوت او چه بود؟ داستان زندگی اکبر گلپایگانی یا همون گلپا. اکبر گلپایگانی معروف به گلپا از برترین خوانندگان موسیقی اصیل ایرانیه که در 10 بهمن ماه 1312 در تهران متولد شد. پدر و پدر بزرگش خواننده های خوبی بودند. 4 برادر و 1 خواهر به نام مریم داره. در 5 سالگی مادر خودش رو از دست میده و این حادثه در اون زمان تاثیر بدی بر روحیه او گذاشته بود. اکبر گلپایگانی در خاطراتش در این مورد میگه در اون زمان برای سلامتی مادرم اذان خوندم و تا 1 ماه هر روز مناجات میخوندم. در سال 1318 گلپا وارد دبستان فرهنگ شد و به عنوان قاری قرآن در کلاسش برگزیده شد. پس از این فعالیت‌ها اکبر گلپایگانی با آشنایی با تعدادی قاری قرآن و تعزیه‌خوان و کار کردن زیر نظر اونها اصول اولیه آوازخوانی را آموخت. در سال 1320 او به طور جدی و منظم تعلیم موسیقی و دستگاه‌ها را نزد پدرش آغاز کرد. اکبر گلپایگانی در سال 1326 اولین تجربه شرکت در 1 گروه ارکستر و در سال 1327 در انجمن موسیقی مدرسه نظام عضو شد و از سال 1328 به بعد کم کم با اساتید طراز اول موسیقی آشنا شد و تعلیم را زیر نظر این اساتید آغاز کرد. گلپا تحصیلاتش رو ادامه میداد اما از موسیقی جدا نبود تا اینکه در 15 سالگی با حسین خواجه امیری یا همون ایرج خواجه امیری در مدرسه نظام همکلاس شد تا سرنوشت 2 چهره فراموش نشدنی موسیقی ایرانی به یکدیگر گره بخوره. اکبر گلپایگانی پله‌های شهرت و محبوبیت رو چند تا یکی بالا رفت و به یکی از ستاره‌های درخشان موسیقی ایران تبدیل شد. اکبر گلپایگانی راه خودش رو میرفت و به مسیرش اعتقاد راسخ داشت و البته تونست در این راه جای خودش رو در قلب مردم سرزمینش باز کنه. دیگه کسی از تحریرهای موسیقی سنتی ایران صحبت نمی کرد بلکه حرف از چهچه‌های گلپا بود. هم رنگ و بوی موسیقی اصیل ایرانی و هم رگه‌هایی از موسیقی پاپ رو داشتن که هم توجه نسل گذشته و هم جوانان رو جلب می کرد. هرچند برخی از منتقدان سبک گلپا رو کوچه بازاری می دونستن اما اساتید موسیقی ایرانی به این موضوع واقف بودند که نمیتونن ایرادی از حنجره طلایی او بگیرن. البته نمیشد ایرادی هم پیدا کرد. اولین آواز رسمی اکبر گلپایگانی آوازی در مایه ابوعطا در سال 1328 در سن 16 سالگی در 1 محفل خصوصی و در منزل استاد مرتضی‌خان محجوبی و با همکاری استادان بزرگی همچون مرتضی‌خان محجوبی، بانو قمرالملوک وزیری، سعادتمند قمی، علی تجویدی و حسین تهرانی بود. استاد گلپا در سال 1348 در رادیو 1 داستان 7 قسمتی بازی کرد و در سال 1350 هم در فیلم حنجره طلایی ایفای نقش کرد. او از اون پس لقب گلپا و حنجره طلایی رو از آن خود کرد. در سال 1335 سازمان یونسکو از اکبر گلپایگانی برای اجرای آواز و موسیقی ایرانی دعوت به عمل آورد. او اولین خواننده ایرانی بود که در خارج از کشور کنسرت داشته. در سال 1337 او از سوی داوود پیرنیا مبتکر برنامه گلها به رادیو دعوت شد و تنها خواننده‌ای هستش که در تمام سلسله مراتب برنامه گلها شرکت داشته و بیشترین آواز در برنامه گلها رو اجرا کرده. علاوه بر اینها گلپا افتخارات زیادی داره، از جمله اجرای برنامه در رویال دایان لندن در سال 1352، دریافت دکترای افتخاری هنر در رشته آواز از دانشگاه کلمبیای آمریکا در سال 1994، دریافت دکترای افتخاری اقتصاد و هنر از سازمان یونسکو در سال 1381، دریافت دکترای افتخاری و اسکار هنر موسیقی در سال 1384 در مجارستان و 10 افتخارات دیگه که او را به یکی از پر افتخارترین هنرمندان ایرانی تبدیل کرده. اما او گفته 5 دکترا از مجامع معتبر موسیقی دارم، اما همواره تاکید کردم که من را دکتر خطاب نکنید.
من گلپا هستم و به گلپا بودنم افتخار میکنم. او درباره هایده و محسی گفته بسیاری از کسانی که مردم با آنها خاطره دارند از شاگردان من بودند. نام کلاس موسیقی ما گام بود. در اون کلاس من به همراه آقایان فخرالدینی و کیومرث حقیقی آواز، ویولون و سنتور رو آموزش میدادیم. روزی خانوم‌ها معصومه و خدیجه ددبالا یعنی هایده و محسی با چادرهای گلگلی به کلاس ما آمدند. چند سالی من به اونها آموزش آواز دادم تا اینکه مشغول امور ازدواج شدم و در اون برهه وقت تدریس پیدا نکردم. به همین دلیل به آقایان تجویدی و یا حقی سفارش کردم که با این دو بانو کار کنن. همسر استاد گلپایگانی گلرخ گرایلی نام داره و 2 دختر به نامهای ساغر و ساقی دارن. استاد گلپا در مصاحبه‌ای در بخشی از صحبت‌هاشون گفتن آیا همه منتقدان من مطمئنند که در طول سالهای پس از انقلاب برای ذات هنر تلاش کردند؟ من اگر برای شاه خوندم برای امیرالمومنین نیز خوندم. پس این که میگن گلپا درباری بود سخن درستی نیست. بهتره بگن گلپا سیاسی نبود. من در مدرسه نظام و دانشکده افسری درس خوندم و بعدها هم مهندس نقشه برداری شدم. اما همه اینها رو رها کردم و به سراغ موسیقی رفتم. در موسیقی هم هر آنچه یک جوان انتظارش رو داره به دست آوردم. از این طریق به خانه، باغ، زندگی و همسر و فرزندان خوب رسیدم. احتیاجی به پول موسیقی ندارم. هر آنچه میگویم برای اصالت هنر است. بچه‌های خوبی دارم و از این بابت خیلی خوشحالم. یکی از بچه‌های من نابغه است. من در این دنیا به صفا و صمیمیت رسیدم و همه چیز را به دست آوردم. الان به هیچ چیزی احتیاج ندارم و منتظر مرگ هستم. استاد گلپا مدتی بود که به دلیل کهولت سن بیمار بودند و سرانجام در روز 13 آبان 1402 در 79 سالگی دار فانی رو وداع گفتند. روحشون شاد. لطفاً در ویدیوهای بعدی هم همراه ما باشید.